فخور بإسلامي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای مادر سرسفید و پیچ سفید و تهجد خان و خیلی دیندوست و انصار مجاهدین در تاریخ عمرم و برای فرزندای عزیزم مصطفی جان و سمیه، مصطفی جان 8 ساله و سمیه 7 ساله و برای برادرم احمد و دیگر برادرانم و تمام مخلصین و شاگردای عزیزم و علمای کرام و همه عامه مسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر عزیز و گرامی، اگر کدام بی‌ادبی، بی‌عزتی، بی‌عفتی از دست ما شده باشه در مورد حق شما، مرا کاملا مورد عفو و بخشش خود قرار بدیم. الله جل شانه مرا ببخشه و عفو کنه و نتونستم کامل حق شما را ادا بکنم و الحمدلله به فضل الله متعال و به زحمت‌های مخلصانه شما و به دعای شما الله متعال توفیق داده که یک عمری را در راه دعوت حق تیر کردم و به دعا و تربیت شما الحمدلله الله متعال به من این سعادت را نصیب کرد که در میدان جهاد و خلافت هجرت کردم و حالا از شما میخوام دعا کنم که الله متعال شهادت نصیب ما بگردانه و برای من توفیق بده که ان شاء الله خدا استشهادی کنم و تک تکشون در راه دین الله و شریعت الله متعال نافذ بشه. مادر و فرزندان عزیز هم شما را دوست دارم و واسطه رضای الله متعال و حق دوستی شما را بر من الله متعال واجب کرده و اطاعت شما موافق شریعت برای من جایز و عبادت است. اما چون الله را شما زیادتر دوست دارم و رسول الله صلی الله علیه که در زندان‌های سوریه و عراق و لیبیا و فلسطین و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سربازای صلیبی و طاغوتی کفار و طواغیت به شکنجه و زولانه و ظلم و استبداد به سر میبرند. برای دفاع از حق آنها هجرت کردم و بیرون شدم در میدان جهاد و خلافت اسلامی الحمدلله. و این یک سعادت و افتخاری است که الله متعال برای من نصیب کرده و هرگز لیاقت این را ندارم و اگر 100 بار شهید بشم و زنده بشم و شهید بشم و زنده بشم پس شهید شم و زنده شم خدا استشهادی کنم یقینا شکر یک ساعت جهاد و قتال را و هجرت را کردن نمیتونم. این فضل الله متعال بود و دعای تو مادر عزیز و پیچ سفید بود که همیشه ما را به دین و به دعوت و به نماز و به جهاد ما را توصیه کرده و ترغیب داده. الله متعال از الله میخواهم که شما را مغفرت کند و شهادت را نصیب من بگرداند و برای شما صبر جمیل عطا بکند و شما را از مریضی ها و از گزندهای دنیا حفاظت کند و ایمان شما را حفاظت کند الله متعال و سرانجام درجه مغفرت و شهادت را نصیب من اول بگردانه و ثانیا نصیب شما الله متعال شهادت را نصیب بگردانه و در روز قیامت الله متعال و من توفیق بده و باذن اراده بده که سبب شفاعت شما شوم. و برای فرزندای عزیزم مصطفی جان سمیه توصیه میکنم والله سوگند والله سوگند والله سوگند قسم است که حق خود را بر شما نمیبخشم که اگر با کفار و طواغیت دوستی کنیم یا دوستی کنیم شما را به ذات و صفات الله قسم میدم که با کفار و طواغیت دوستی نکنید، با روافض دوستی نکنید، با کسانی که با یهود و نصارا و سازمان بین الملل و گروه های کفری و طاغوتی پیمان و دوستی دارند با اونها دوست و اطاعت و موالات و غلامی با آنها نکنید. و فرزندم مصطفی جان و بیبی سمیه دخترم درس دین بخونید، ان شاء الله توحید و عقیده اسلامی را یاد بگیرید و توحید عمل بکنید و عالمه دین بشیم و عالم دین بشیم و دعوتگرای دین الله بشیم، حق بگیم و کوشش کنین که عمرتان نصفی در دعوت و نصفی در جهاد و قتال تیر بشه و هجرت کنین. ان شاء الله بعد از سنی که بالغ شدیم و عاقل شدیم در حد و حدود شرعی خود رسیدیم هجرت کنین در میدان جهاد تا روز قیامت ادامه داره با مجاهدین یکجا باشین. از کفار و طواغیت و مشرکین دنیا نترسیم، خوف غیر الله را از سرزمین قلبای خود بیرون کنیم و الله متعال متوکل باشیم و اخلاص و یقین داشته باشیم که او مدد و نصرت میکنه. منتظر تصدیق و تشویق کفار مرتدین نباشیم. از نامهای بعد که کفار مشرکین بر مجاهدین و بر حامیان خلافت اسلامی و هر گروه جماعتی که در تا قیام قیامت از شریعت الله دفاع میکنه با کفار موالات و دوستی نداره، با همه کفار میجنگه، جهاد و قتال میکنه، از اونها دفاع کنین و به خدمت آنها باشین و برای ما هم دعای مغفرت داشته باشیم.
و رسالت انبیا علیهم السلام و صحابه کرام و سلف صالحین امت وظیفه شماست. الله شما را نمی بخشد هرگز که عمل شما خلاف عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام باشد. هرگز مورد مغفرت الله متعال قرار نمی گیرید که با کفار و با طواغیت و مشرکین و مرتدین دوستی داشته باشید و از مسلمانان بری و بیزار باشید. کوشش کنید که عمر شما در خدمت دین الله متعال تیر بشه و اگر عالم دین شدید ان شاء الله حق را بیان کنید و حق را بگید، از غیر الله نترسید. باش زندانها و زولانها و اسارت و قربانی و همه چیز را قبول کنید، اما نگذارید به کتاب الله بی عزتی و بی احترامی شه. اجازه ندید که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و تمسخر شه و به تهجد و نوافل و ذکر و اذکار و تمام امور دین پایبندی کنید. اخلاق شایسته و اسلامی را برای خود اختیار نمایید. با انسان‌های اهل صالح و نیکو نشمند باشید. علمای حق را دوست داشته باشید، برایشان دعای مغفرت کنید و با آنها اکرام و اعزاز سالم داشته باشید. زیر دستان خود را شفقت کنید و از کلانتران از خود مطابق به شریعت و امور دین اطاعت کنید و کوشش کنید رزق و روزی حلال به دست بیاورید. از غذای حلال و پاک خود را تغذیه نمایید و توکل و مخلص همیشه به الله باشید. برای هر مشکل و مصیبت نیمه های شب 2 رکعت نماز صلات الحاجات بخونید، به الله گریه و دعا کنید که یا الله مشکلات ما را حل بکن و برای ما همیشه دعای مغفرت داشته باشین تا روزهایی که زنده هستیم الله متعال شهادت و قربانی و استشهادی را نصیب ما بگردانه که خدا در راه دین الله متعال مخلصانه و خالصانه الله جان ما را خون ما را قبول کنه که شهید بشیم و سرانجام بعد از شهادت الله متعال ما را مغفرت بکنه و فتح و فتوحات الله متعال نصیب همه مسلمین و موحدین و مجاهدین بگردانه و شریعت اسلامی در کره زمین حاکم بشه و همه مادران و خواهران مسلمان ما که در زندانها به دست کفار و طواغیت حربی در ممالک مختلف دنیا به سر میبرن آزاد بشن و شریعت الله بلند بشه و بیدینی و کفر و شرک و ظلم و استبداد ختم بشه. و برادرها و مخلصینی که همراه من سلام و کلام و دوستی و ارتباط داشتیم از شاگردی تا درس و تا تعلیم، همه دوستی ما و شما به واسطه رضای الله متعال بوده. کسانی که با من تعارف داشتین یا نداشتین و بعداً اگر از طریق درس‌های صوتی و تصویری میشنوین، به واسطه رضای الله ما و شما به یکدیگر محبت داشتیم و کوشش بکنید که از امور الله متعال کامل اطاعت کنیم. با دشمنان الله دشمن باشیم، با دوستان الله دوستی کنید و قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید در میدان جهاد و قتال و مبارزه و هجرت کوشش کنید هجرت نمایید تا اینکه مرگ شما در راه جهاد و قتال و هجرت بیاید تا که درجه بزرگ شهادت و این شهادت بزرگ نصیب همه شما محصلین و متعلمین و طلاب و مدارس و عامه مردم بشود. و همسنگران و دعوتگران و دوستای من برایشان یک پیام کوچک دارم که به واسطه رضای الله از الله ما و شما بترسیم، حق بگیم و اهل حق باشیم و حق بیان بکنیم و در صفوف مجاهدین حق و صادقین یک جا باشیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. باشیم ای مسلمان ها بعد از خوف و ترس و محبت و تقوای الهی با صادقین یک جا باشین. صادقین یقینا مجاهدینی هست که در راه الله جان میدن و خون میدن و آبرو میدن و خود را قربانی میکنن برای حاکم شدن و نافذ شدن شریعت الله. از همه برادران و علما، محصل، متعلم و خواص امت، همه امت اسلامی در هر گوشه که از دنیا صدای بنده را میشنوید، از الله متعال طلب کنید و بطلبید، گریان کنید، نیمه های شب خود را پیش کنید به پیشگاه الله که یا الله ما را در راه جهاد و قتال و ما را در راه دشمنی با دشمنان الله و رسول و صحابه ما را بپذیر یا الله. یا الله این جسم ناپاک و ناچیز ما را در برای شهادت قبول کن. یا الله این جسم ناپاک ما را برای پاک کردن به سبب تطبیق حدود شریعت و نافذ شدن حکومت و نظام خلافت اسلامی در کره زمین یا الله قبول کن. گریه کنیم، اخلاص اختیار کنیم و دعا کنیم تا الله متعال برای شما توفیق بده و با تبلیغات کفار مذبذب نشیم، با آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و به 10 سال نظام حکومت داری رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام خلافت های اسلامی از ابوبکر صدیق شروع تا قیامت که خلافت اسلامی به منهج نبوت ادامه داره، به شک و مشکوک نباشیم. و خلافت برحق همون است که جهاد و قتال عملی با کفار و مشرکین و طواغیت کره زمین داشته باشه و بری و بیزار از همه کفار دنیا باشه و همه کفار دنیا در مقابل او دشمن باشند. پس این نشانه های حق بودن یک نظام و یک منهج اسلامی می باشد. و از همه شما مخلصین تمنا دارم که دعا کنیم تا وقتی که الله متعال قضا و قدر برابر میکنه شهادت فی سبیل نصیب ما بشه و هیچ چیز ما را از شهادت غافل نکنه و ما از این فضائل بزرگ محروم نشیم و الله متعال این شهادت را نصیب ما بگردانه و الله متعال از دین خود حفاظت بکنه و تمام جوانهای امت اسلامی را از خواب غفلت و از محبت شهوت دنیا و حب پدر و مادر و فرزند همه جدا بسازه. و این جدایی ما از پدر و مادر و فرزندان عزیزم به واسطه محبت الله و رسول و تحکیم شریعت هست. همانا این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام هست که تمیم انصاری و جبیر انصاری و ابو ایوب انصاری رضی الله عنهم زن و فرزند و بچه و پدر و مادر داشتند و تمام صحابه کرام به واسطه هجرت و جهاد و قتال
پدر و مادر فرزندان خویش را در مکه مکرمه و مدینه المنوره ترک کردند و تا روز قیامت از یکدیگر جدا شدند و ان شاء الله باذن الله در قیامت باز با پدر و مادر و باز و برادر مؤمن و موحد با فرزندای اهل صالح و متقی در بهشت الله متعال و همه دوستانی که با عقیده توحید و عقیده اسلامی و مدافع دین می باشند، انصار یا مهاجر مجاهدین می باشند، ان شاء الله باز در بهشت الله باذن الله یک جا میشیم و در اونجا ملاقات الله و رسول و صدیقین و شهدا و صالحین و همه بندگان الله و هر کس هر دوستی داشته باشد در اونجا ملاقات میکند و زندگی با او خیلی کیفیت و لذت دارد و این زندگی در کنار پدر و مادر و زن و فرزند و شکستن حدود و شریعت و از بین رفتن سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و توهین به تمسخر به شعائر الله یقینا این ذلت است و بسیار بی‌غیرتی است و یک ناکامی و یک فسق بزرگ است. الله متعال اینطور زندگی را نصیب ما نگردانه و همه مسلمانان توفیق بده که زندگی ما مطابق با قرآن و سنت و نافذ شدن شریعت و در میدان جهاد و قتال و هجرت باشه و خون ما و جان ما و آبروی ما، مسافرت ما، دوستی و دشمنی و جدایی ما سبب نافذ شدن و تحکیم حدود الله و خلافت اسلامی در روح زمین بشه و خاتمهش با ایمان و با اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واصطبئ بي على دار الخلود ذبهم منصور يا خلق حميد.